تاجیکستان در جایگاه 129 در رتبه‌بندی سازمان ملل متحد در گروه کشورهای قرار گرفته است که در حال توسعه انسانی متوسط ارزیابی می شود. این نتیجه است که سازمان ملل متحد در حال اعلام کرده است که در گزارش مشابه آن تاجیکستان در سال 2014 در جایگاه 133 قرار داشت. در سال جاری یعنی 2015 تحلیلگران و محققان سازمان ملل سطح توسعه انسانی را در 200 کشور جهان مورد مطالعه و بررسی قرار داده و برتری کشور از نظر توسعه انسانی در سال جاری نیز نروژ دانستند. همانگونه سال گذشته نیز این کشور این رتبه را به خود اختصار کرده بود. بعد از نروژ 10 کشور پیشرفته دنیا در این نظر در ریتینگ سازمان ملل کشورهای بهترین برای توسعه منابع انسانی به شمار آمدند که آنها ترتیب استرالیا، شویساریا، دانیا، نیدرلندیا، ایرلندیا، آلمان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، زلندیای نو و سینگاپور می باشند. روسیه و بلاروس رتبه 50 را مشترکانه کسب کردند و اوکراین در رتبه 81، گرجستان رتبه 76 و ارمنستان رتبه 85 را صاحب گشتند. اما از بین کشورهای آسیای میانه بالاترین رتبه را کشور قزاقستان با کسب رتبه 56 و پایانترین رتبه را کشور تاجیکستان با 129 از آن خود نمودند. باعث نگرانی است که بین کشورهای آسیای میانه تاجیکستان در رده‌بندی همیشه جای آخر را کسب می‌کند.